بلوچستان در روزهای اخیر. دبیرکل حزب مردم بلوچستان در یک گفتگو با روشتی وی اظهار می‌کند که تعداد اعدام‌های نسبت به شهروندان بلوچ در ایران در روزهای اخیر افزایش یافته است. تانچه کماشوا گندگین تی روشان ایران حکومت بلوچ کشک گشتر کتا چه 130 مردمانی که ایران تا همیشه شبته تو کا کشک بودگان ته پاهو دیگ بودگان 30 نفر بلوچان و همین دب گندن بغیر چه شان حکومت ایران ایگا تیموت بازیم بلوچی که وشانتش سوخت بری نامش برند آیان هم جادانی تو کا کشتگان و همین دب دیگه کشتکوشی که بلوچستان تو کا بواگین تشند که بازیم بلوچ جوانی یا سروکی مردمی یا مردمانی که چون مردمش جا کارانتین اشان هم لحتی کشک بیاگند کس نزانشان که کشیتین که عاملی کشتارند و چون گندگی هندگان زاهدان نیمگا بازین و تی فوجی یارتگانتی ماشین و تانک زید گلوله یارتگانت به یک شکلی لوتن بلوچا لاتوکوت بکنند تو بلوچ وضعیت هم چه خراب بکنند که بلوچ این ملکا کاملا یال بداتن بروتی این نظره و یا آنی تمامی خبران قبول بکنند ایشی دیما ولوش وشتاتا گو چوتی حق و چوتی حقوق دیم پانی کنگین ولی ایران حکومت متاسفانه اقدامی بلوچستان تو که حکومت کنگاند که بغیر کشتارا دیگه هیچ نیستند. ایران حکومت که وقتا یک حکومتی زانتند که وشیک ما ایران اسلام نمایندون و لوتون تمامی منی رهبر دنیا اسلام رهبرین و ظاهرا گندین که مثلا کهتین گوشی که من چه حماس حمایت کنن و چه فلسطینیا غزه حمایت کنن او ته فلسطین مردم گشتن تا دیگه فلسطین مردم گشتن مخالفن ولی ایران حکومت خوب یک خاصین دوستی و گروهانی مثل جهاد اسلامی و حماس و حزب الله و چشین حکومت گروهان هستند که شو حمایت کردند ولی گندگیند که مروچی مشما مثلا آج تورکا همه بلوچان که ایران هستند و مسلمان هم حسابند و ایران آیوتی هفته وحدت هم هستند پر شیعه و سنیگا چونکا کشگیند پر هر نیمونی بلوچا کشیدند انچه کنشدانی ایران قانون تو که مسئله قاچاق یک چیزی نیست که تو های مردم پاهو بده بکشیگی ولی ایران حکومت چیشی نیمونی کتگی پر بلوچ کشگا پیسر ترام امنیستی اینترنشنال هم سازمان عفو بین الملل هم گوشته که ایران حکومت یه دوین چیزا ورکند یکیشی بلوچانی مخالفت این حکومت ها و یکیشی مسئله قاچاق مردم نزاند مردم بری پر قاچاق کشتگنتی یا پا یه سابق بلوچند یا اشی که به بلوچستان حقوقشان یک کاری کتن یہ تمامیان پیش دارند که حکومت ایران اگر یک خاصی دشمنی گماشما بلوچ هستند و یہ دعوا خب سخت مهم است که ماشما بلوچ یه چیزی تو کا متحد ببین و هنگام حکومت لوتیت هر نمگا بلوچ بطور سنیتی نیرو فوجی آرتگان ولی پتا کن بلوچ برابری نکوته همین دعوا که واجه مولوی عبدالحمید هم بودی خبران پیشی هفتگان گشت که یه حکومت یک حکومتی که بعدش بزانتید که بلوچ زوری خبر قبول نکند نه تاریخ قبول لیکوتا نه یه وحدی قبولی کردند و مرچی هم آشما دیسته ایران هیچ تاریخ نبوده که یک ملتی این چوس ماه و این سالی تو که در بکپید اعتراض بکرده یہ تانا بلوچستان بوده یہ بلوچ محلوک دلداری پیشداری تین و یہ بلوچ محلوک آب اصلا مقاومت پیشداری تین و ایشه پیشداری تین که بلوچ بودی جاگا محکمین و ایشه لوٹی تین که یک زندگی آبرومندینی بیتین پمرایی بیتین و کرامت انسانی احترام هلگی بیتین و چیزی که آیه واسطه بیتین نه پدیگری واسطه بیتین. روج TV لطفاً فالو کنید.